و قول مؤلف که در اینجا میفرماید سئل امام مالک ابن انس رحمه الله، از امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی پرسیده شد قیل یا ابا عبدالله، گفتن ای ابا عبدالله، کسی پرسید الرحمن علی العرش استوى، رحمان بر عرش استوا کرده است، چگونه استوا کرده است؟ از امام مالک پرسیدند. خوش به حال آن قوم و مردمی که از سلف صالح علم را میگیرند. از امام مالک پرسیده شد که چگونه استوا کرده است؟ امام مالک زود جواب داد و گفت استوا غیر مجهول است و کیفیت آن غیر معلوم است و ایمان بر آن واجب یعنی فرض است و سوال کردن درباره آن بدعت است. و سپس امام مالک فرمود که این مرد را از مسجد بیرون می‌سازند. این اثر صحیح از امام مالک سرچشمه‌های مختلف با سندهای گوناگون نقل شده است. و مثل که ابن قدامه در کتاب علو این حادثه را ذکر کرده هستند در صفحه 104 و ذهبی همچنین در کتاب علو صفحه 140 ذکر کرده هستند. ابو نعیم در حیلة الاولیاء، ابو سعید دارمی لالکایی در شرح اصول السنه، ابو عثمان الصابونی در عقیده سلف و بیهقی در اسماء و صفات و امام مالک ابن انس در صفت استوا نقل کرده هستند. پس جواب امام مالک گفت استوا غیر مجهول، الاستواء غیر مجهول، یعنی معنای استوا معلوم است، بالا رفتن، بالا شدن. در لغت عربی استوا به معنای بالا رفتن رو، استوار شدن رو، برتری داشتن رو دارد. در اینجا به معنای بلندی و استقرار رو در بر میگیرد. این بر الله سبحانه و تعالی مناسب است. و امام مالک گفتن و کیف غیر معقول و کیفیت غیر معقول است، یعنی چگونگی استوا برای عقل انسانی نافهم است، چون الله استوای خود را اثبات کرده در بالا ذکر کردیم دلایلها از قرآن و سنت از قول سلف، اما معنای آن را الله برای ما چیز ذکر یادآوری نکرده، زیرا الله متعال از مخلوقات و قیاسهای آنها بالاتر است و صفات او سبحانه و تعالی با عقل انسان درک کرده نمی‌شود. برای همین چی گفت امام مالک والایمان به واجب، ایمان آوردن بر این صفت استوای الله بر عرش واجب است. برای هر مسلمان ضرور است که بر استوا چنان که بر قرآن سنت ثابت شده است ایمان داشته باشد. و در آخر چی فرمود؟ و سوال عنه بدعه، سوال کردن در مورد این بدعت است، یعنی پرسیدن چگونگی استوا، چگونه استوا کرده است میگن مردم. این عمل غیر لازمی است، زیرا نه رسول الله این را گفتند نه صحابگان از رسول الله این را پرسیدند. پس چیزی که در زمان آنها دین نبود امروز برای ما دین شده نمیتواند. ابن مسعود چی گفت؟ قیف حیث وقف القوم، در دست گذاشته گفتیم بیست، توقف کن در آنجا که قوم این صحابگان کرام توقف کردند. اگر لازم بود صحابگان کرام این را میپرسیدند. پس امام مالک تاکید کرد که صفاتهای الله چنان که در قرآن و سنت آمده است بدون تحریف، بدون تغییر، بدون تعطیل، بدون انکار، بدون تکییف، چگونگی غیر لازمی و بدون تشبیه مانندی با مخلوقات باید قبول کرد اون صفات را بدون این چیزها. پس بیان تعظیم با صفات الله سبحانه و تعالی. سوال درباره چگونگی استوا معنای کوشش محدود کردن الله را دارد. اگر چخور در نمایی سوال کردن در این که الله چگونه استوا کرده است، میفرماید شیخ که سوال کردن درباره چگونگی استوا معنای کوشش محدود کردن الله را دارد که با بزرگی و جلال و عظمت او مخالفت می‌نماید. این امام مالک فرمود که سوال دهنده رو از مسجد خارج کنید، یا که از اهل بدعت رو از مسجد خارج کنید. به خاطر چیز؟ برای حفظ عقیده و پیشگیری از پهن شدن این شک و گمانه‌های بد و تعویل‌های نادرست. برای همین این نقطه ما رو هشدار می‌دهد که از اهل بدعت صاف ما علم نگیریم، هیچ علم رو نگیریم. پس امام مالک کی است؟ امام مالک ابن انس از بزرگترین علمای اسلام است که مذهب معروف مالکیت به اون نسبت داده می شود که سال 93 از هجری در مدینه منوره تولد شده است و سال 179 هجری وفات کرده است. و امام مالک در زمان تابعین و تبع تابعین زندگی میکرد و تعلیمات او، علم و دانش او به عقیده اهل سنت و الجماعت اساسگار شده است. پس این جواب امام مالک رحمه الله تعالی اصول مهم را در فهم صفات الله متعال بر ما تأکید میکند. این صفات الله را سبحانه و تعالی را که بدون تعویل و شرح و بیان توضیحی که با بزرگی او سبحانه و تعالی مخالفت می نماید باید از این دور شد. برای شیخ میگوید که صفات الله را بدون تعویل و شرحی که
با بزرگی او مخالف است قبول نمیکنی. اگر بزرگی او را مخالفت نمود از اون چیکار میکنی؟ دور میشی، قبول نمیکنی. پس سوا کردن در بیان چگونگی صفات الله سبحانه و تعالی این لازم نیست. اگر لازم بود صحابگان کرام حتما این رو میپرسیدن و برام میرسید. پس ایمان به این صفات الله سبحانه و تعالی برادران و خواهران باید صادقانه باشد، بدون شک و شبهه باشد. چگونه که در قرآن و سنت آمدگی است ثابت باشد. تو قرآن را خواندی الرحمن علی العرش استوى، الله بر عرش استوا دارد، استوا کردگی است. دیگر اگر هر نفری که اومد که تو را خود از این راه بزند تو دیگر سخن وی را باید نپذیری. کلام الله در دست است، صحیح ترین رازگوترین سخن ها سخن رسول الله در دست است. تو میستی سخن وی را گوش میدهی؟ این الکی مخالف فطرت سلیم انسان است که تو کلام الله داری، کلام رسول الله با تو است و علاوه بر این یک قسمیت تو را راه میزند. پس این قول امام مالک همچنین بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت را برای ما بیان می‌نماید. ایمان به صفات الله سبحانه و بلندی او سبحانه و تعالی یک رکن مهم عقیده اهل سنت است. پس امامان اسلام معنای این حدیث را با اتفاق قبول کردند، با دلیل‌های قرآن و سنت تصدیق کردند و اثبات نمودند و بر ما این را تاکید کردند. پس مهم است که ما از هر گونه بدعت و نوآوری در این چیز باید دوری بجوییم و قول صحیحی که اهل سنت و جماعت است باید با آن باشیم. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از اهل حق و خیر قرار بدهد.